ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 50. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. ای عزیز، هر کس داند حقیقت چیست، داند که عشق کدام است و عاشق کیست. در این راه مرد باید بود و با دلی پردرد باید بود و هر کی را رنج بیشتر، تمتع بیشتر. عاشق باید بیباک باشد اگرچه او را بیم هلاک باشد. عشق آدمی خوار است، نه نام دارد و نه ننگ، نه صلح دارد و نه جنگ. عشق علتی است بر دوام حیات، نه وسیلتی است بر اهتمام ممات. عشق دردی است که او را دوا نیست و کار عشق هرگز به مدعا نیست. مدعای عشق بی بلا نبود و چون بلایی رسد او را رد بلا نبود. عاشق هم آتش است و هم آب، هم ظلمت است و هم آفتاب. بی صبری در عشق عذابی جاودانی است و بی اخلاصی در اطاعت وبالی زیان و ضرر زندگانی است. بی صبری در عشق عذابی جاودانی است و بی اخلاصی در اطاعت وبالی زیان و ضرر زندگانی است. عشق مایه آسودگی است، هرچند مایه فرسودگی است. هرچی عاشق نیست ستور حیوان است. روز را چی گناه زان که شب پره کور است. دل عاشق همیشه بیدار است و دیده او گوهربار است. محبت او پیوسته با محنت، رنج و عذاب قرین است. عاشق را 100 بلا در پیش و 1000 در راه. در این راه گریه یعقوب باید یا ناله مجنون، یا دلی پردرد باید یا نواله پرخون.
اینجا تنی ضعیف و دلی خسته می خرند، کس عاشقی به قوتی بازو نمی کند. زیبایی و پختگی کلام در رباعیات دینی و عرفانی او نیز به خوبی مشاهده می شود. در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارتی دلها کن، کافزون ز هزار کعبه آمد یک دل. این مرتبه را بلند و پستی نبود، خودبینی و خویشتن پرستی نبود. در هر قدم زینست بینی اثری، جای برسی که نامی هستی نبود. مناجات های ساده و روانی او در زبان تاجیکی بی نظیر و بی سابقه اند. استفاده از جمله های مسجع یعنی تکرار قافیه در چند جمله از مخصوصیت های خاصی نوشته های اوست که نثر او را شیوایی و دلنشینی ویژه می بخشد و از دایره نثر بیرون کشیده به نظم نزدیک می سازد. عقل گفت من رقیب انسانم، نقیب احسانم، کشاینده دری فهمم، زداینده زنگ وهمم، پابسته تکلیفاتم، شایسته تشریفاتم، گلزاری خردمندانم، افزاری هنرمندانم. به اندیشه ما برتری چنین طرز افاده در آن ظاهر می شود که زود به دلها راه یافته حفظ آن را نیز آسان می گرداند. در عهد غزنوی همچنین یک عده آثار ارزشمند تاریخی به زبان تاجیکی تألیف گردید که در میان آنها زین الاخباری ابوالحی ابن ضحاک گردیزی مقام خاص دارد. این تاریخ نامه به افتخار پادشاه غزنوی عبدالرشید ابن مسعود که لقب زین المله داشت، زین الاخبار نامگذاری شده تاریخ عمومی ایران تاریخی را از روزگاران قدیم تا زمان مؤلف در بر می‌گیرد. کتابی مذکور علاوه بر معلوماتی سودمند عاید به تاریخ تا اسلامی و اسلامی ایران زمین در بابت حادثه های عالم، دین و آیین و آداب و رسوم مردمان مختلف اطلاعات جالب را در بر می‌گیرد که با نثر ساده و روان بیان گردیدند. هرچند در روزگاری زندگی گردیزی دایره کاربست کلمات و اصطلاحات عربی توسعه پیدا کرد، ولی در طرز بیان مؤلف
سبک نگارش عهد سامانی تا اندازه به نظر می رسد. جالب است که مؤلف زین الاخبار در بیان حادثه و واقعه ها نگاهی بی تعصب دارد و به جزئیات آنها داخل نمی کند. برای نمونه پارچه ای را از زین الاخبار در خصوص قتل ابو مسلم خراسانی با فتنه ناجوان مردانه خلیفه منصور در زیر نقل می کنیم. و چون ابو مسلم از حج بازگشت او را گفتند بحیره ترسایی است 200 ساله و از هر چیز خبر دارد. ابو مسلم او را به نزدیک خویش خواند. چون آن پیر ابو مسلم را بدید گفت کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت. خویشتن سوختی و کاری خویش پراگندی و کشتن خویش معاینه، یعنی به چشم خود بدیدی. ابو مسلم اندوهگین شد. پس پیر او را گفت نه از حزم، ملاحظه، احتیاط تمامت خلال آمد و نه از رأی ثواب و نه از تدبیر سودمند و نه از شمشیر بران، ولیکن هیچ کس به همه آرزوها نرسد الا که زمان او را اندر یافت و بعضی از مراد حاصل شد. ابو مسلم گفت او را چی گمان میبری کار به کجا رسد؟ پیر گفت چون 2 خلیفه بر کار متفق شدند آن کار تمام شود و تقدیر به نزدیک آن کسی است که تدبیر با او باطل شود. اگر به خراسان شوی سلامت مانی. ابو مسلم خواست برگردد. منصور کسان فرستاد که زود بیایی. قضا آمده بود. ابو مسلم را بسر شد، یعنی بینایی و عقل و تدبیر از دست رفت. و چون پیش منصور آمد او را بنشاند و نیکو بپرسید و پس گفت تو این چند فتحها و حربها به کدام شمشیر کردی؟ ابو مسلم گفت بدین و اشاره بدان شمشیر کرد که برمیان داشت. منصور گفت مرا ده. به منصور داد. پس منصور گفت دانی که تو با من چه کردی؟ چنین کردی. و یگان همه شمرد و ابو مسلم به هر یکی چنین کردی و یگان همه شمرد و ابو مسلم جوابی هر یکی همه داد تا منصور بیترشید، ترش روی شد و بانگ برو زد. ابو مسلم گفت یا امیر المؤمنین این نه مکافات آن نیکویی هاست که من کردم. پس منصور گفت این نه به دوستی ما کردی بلکه این کاری آسمانی بود و عنایت ایزدی که قیام دولت ما بود. پس منصور اشارت کرد آن کس را که بر سر ابو مسلم استاده بود شمشیر بزد و ابو مسلم بیفتاد.
گردیزی در ادامه این مطلب می گوید که نخستین کسی که ابو مسلم را با شمشیر زد محافظ خودی وی بود. خراسانیان بیرونی در که همراهی ابو مسلم آمده بودند از این ماجرا آگاه شده غوغا برداشتند. منصور فرمود از خزینه به آنها مزدی 1 ساله دادند و آنها همه آرام گرفتند. از ویژگی‌های نظررسی زبانی پارچه ذکر شده می توان به کاربرد ماهرانه فعل، کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت، خیشتن سوختی و کاری خیش پراگندی و کشتن خیش معاینت بدیدی. از ویژگی‌های نظررسی زبانی پارچه ذکر شده می توان به کاربرد ماهرانه فعل، کردی کفایت و به تمامی رسانیدی عنایت و رسانیدی به نهایت، خیشتن سوختی و کاری خیش پراگندی و کشتن خیش معاینه بدیدی، از جمله فعلی ساده‌ای ترشیدن که متاسفانه امروز از دایره استعمال بیرون مانده است، در این اثر و استفاده پسوند علامت جمعی ها به کلمه های اقتباس عربی، فتح ها، حرب ها که خود در عربی دارای شکل جمع می باشند اشاره کرد. خصوصیت دیگری اثر در آن ظاهر می گردد که راجع به دوران سلطنت هر یک سلاله معلومات دارای خاراکتری سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی فراهم آمده، مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده هر دور توضیح می گردند. ولی معروفترین تاریخ نامه که در این عهد به زبان تاجیکی انشا گردید تاریخ بیهقی است که آن را اینچنین تاریخ عالی سبکتگین و یا به افتخار سلطان مسعود غزنوی تاریخ مسعودی نیز میگویند. این تاریخ نامه به قلم ابوالفضل بیهقی 995-1077 که دبیر دیوان رسائل غزنویان بود تعلق دارد. بیهقی در تاریخ نامه خود در برابر نقل ساده و جالب حادثه و واقعه ها متن چند نامه از سندهای دیوانی از جمله بعض نامه های احمد حسن میمندی و ابو نصر مشکان را نمونه آورده از رویدادهای زمان خود شاهد بسیاری عینی نقل کرده است. شایسته ذکر است که بیهقی از نخستین مورخان و دانشمندان ملی ماست که از قوم تاجیک بودن خود را در این اثر تاکید کرده است. من و مانند من تازیکان خود نمی دانستیم که در جهان در کجاییم و چون می رود. کلمه تاجیک در تاریخ بیهقی در 9 مورد بیشتر برای افاده اعیان و اشراف دربار و سران لشکر غزنوی استفاده شده است. زبان بیان مؤلف و شیوه نگارش عهد سامانی قرابت دارد.
چنین آوردند که فضل وزیر مأمون خلیفه به مرو خطاب کرد با حسین مصعب پدر طاهر ذوالیمینین و گفت پسرت طاهر دیگرگونه شد و باد در سر کرد و خویشتن را نمی شناسد. حسین گفت ایها الوزیر، ای وزیر، من پیریم در این دولت بنده و فرمان بردار و دانم که نصیحت و اخلاص من شما را مقدر است، اما پسرم طاهر از من بنده تر و فرمان بردارتر است و جوابی دارم در باب وی سخت کوتاه اما درشت و دلگیر. اگر دستوری دهی بگویم. گفت دادم. گفت امیرالمؤمنین او را از فرودستتری اولیا و حشم خیش به دست گرفت و سینه او بشکافت و دل ضعیف که چون اوی را باشد از آنجا بیرون گرفت و دل آنجا نهاد که بدان دل برادرش را خلیفه چون محمد زبیده را برادر مأمون خلیفه امین در نظر است بکشت و به آن دل که داد آلت و قوت و لشکر داد. امروز چون کارش بدین درجه رسید که پوشیده نیست، میخواهی که تو را گردن نهد و همچنان باشد که اول بود. به هیچ حال این راست نیاید مگر او را بدان درجه بری که اول بود. من آنچه دانستم بگفتم و فرمان تو راست. فضل سهل خاموش گشت، چنان که آن روز سخن نگفت و از جای بشوده بود، یعنی از خود بیرون شده بود. و این خبر به مأمون برداشتند. سخت خوش آمدش جواب حسین مصعب و پسندیده آمد و گفت مرا این سخن از فتح بغداد خوشتر آمد که پسرش کرد و ولایت پوشنگ بدو داد. نمونه دیگر از تاریخ بیهقی درباره در قلعه کوهتیز در اسارت نگاه داشتن سلطان محمد است که مطابق وصیت سلطان محمود به پادشاهی رسید، ولی بعد از 7 ماه نزدیکانش که از سر قدرت آمدن اون ناراضی بودند او را به حبس گرفته سلطان مسعود را پادشاه اعلان کردند. از استاد عبدالرحمن قوال شنودم که چون لشکر از تیکناباد سوی هرات رفتند، من و ماننده من که خدمتکاران امیر محمد پسر سلطان محمود بودیم، ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده و غارت شده و بینوا گشته و دل نمی داد که از پای قلعه کوهتیز زاستر آنسوتر شویم و امید می داشتیم که مگر سلطان مسعود او را بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید. و هر روز بر حکم عادت به خدمت رفتم من و یارانم، مطربان و قوالان و ندیمان پیر، و آنجا چیزی خوردیم و نماز شام را باز گشتیم. و حاجی بیکتیگین زیادت احتیاط پیش گرفت، ولیکن کسی را از ما از وی باز نداشت و نیکوداشت ها هر روز به زیادت بود، چنان که اگر به مثل شیر مرغ خواستی در وقت حاضر کردی. و امیر محمد نیز لخت خرسندتر گشت و در شراب خوردن آمد و پیوسته می خورد. در نمونه ذکر شده فعل ساده مانستن
به معنی مانند بودن استفاده شده است که امروز دیگر دایره کاربرد ندارد و جای خود را به فعل ترکیبی مانند بودن داده است. همچنین طرز افاده فعلهای شخصی تنها و جمع به شکل شویم، خوردیم، رفتیم، بازگشتیم به معنی تأکیدی می شویم، می خوردیم، می رفتم، باز می گشتیم از خصوصیت‌های کاربست فعل در آن روزگار است. همچنین ابوالفضل بیهقی در این اثر در آغاز باب خوارزم از کتاب المسامره فی اخبار خوارزم بیرونی که احتمالاً به تاجیکی تألیف شده متاسفانه تا زمان ما باقی نمانده است، بخشی را در خصوص غصب خوارزم از جانب سلطان محمود اقتباس آورده است. در این بخش علاوه بر آن که در بابت آخرین روزهای دولتداری خوارزم شاهیان اصیل معلومات مفید تاریخی موجود است، مؤلف هم نقش سازنده و هم نقش سوزنده داشتن قلم را تاکید نموده است که نامه تندی رسول خوارزم شاه در غزنه باعث حمله سلطان محمود به خوارزم، شکست خاندانهای اصیل ایرانی اصل و به سر کار آمدن ترکان خوارزم شاه گردید. خوارزم شاه بوالعباس مأمون ابن مأمون بازپسین امیری بود که خاندان پس از کشتن او برافتاد و دولت مأمونیان به پایان رسید و او مردی بود فاضل و شهم، چالاک و کاری و در کارها سخت مثبت و چنان که وی را اخلاقی ستوده بود و هم ناستوده. و این از آن میگویم تا مقرر گردد که میل و محابا نمی کنم. و هنری بزرگتر امیر ابوالعباس را آن بود که زبان او بسته بود از دشنام و فحش و خرافات. من که بریحانم و مر او را 7 سال خدمت کردم، نشنودم که بر زبان وی هیچ دشنام رفت و غایت دشنامی او آن بود که چون در خشم شدی گفتی ای سگ. و احتیاط باید کرد نویسندگان را در هر چی نویسند که از گفتار باز توان ایستاد و از نبیشتن باز نتوان ایستاد و نبیشته باز نتوانی گردانید. شما گفتاری 50 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.